یه گاوه بوده از سر زمین میاد، خیلی خسته بوده. موقعی میره تو طویله دراز میکشه، یه گربه هم همونجا میپلکه. به گربه میگه امروز خیلی کار کردم، کل زمین رو شخم زدم، خیلی خسته شدم، ای کاش فردا سر کار نبرم. گربه میره پیش سگ، به سگه میگه امروز گاوه رو اذیت کردم، خیلی کار کشیده ازش، خسته شده. تا میره پیش بز و اسب و کل حیوانای اونجا این حرف گاوه میپیچه تا حرفش میرسه به خوک. خوک هم میره پیش خدمتکار مزرعه، میگه رئیس خیلی گاوه رو اذیت کرده. گاوه گفته میخوام برم، دیگه کار نمیکنم، برم دنبال صاحب جدید بگردم. رئیس خیلی اذیتم میکنه. خدمتکار مزرعه میره پیش رئیس مزرعه، یه گاوه داره تو کوچه حیوانای اینجا داره میخونه، میگه کار نکنید، بیایید همه بریم، اینجا به درد ما نمیخوره، صاحبمون خیلی اذیتمون میکنه. فردا صبح میشه و گاوه رو سر میبرن. دوستان، فقط گاوه درد و دل کرد پیش گربه. این مثال زدم که بگم درد و دل زیادی هم باعث شکست آدم هاست. پیش هر کس نشینید درد و دل کنید. طرف میره میشینه یه جایی، 2 تا دیگه میذاره روش و شما رو خراب میکنه. دم همتون گرم.